دزدی اونم تو دبستان مگه میشه؟ سلام، حالتون چطوره آقا؟ من رفتم از این سطل گرفتم. اصلا نمیدونم به این سایزم سطل میگن یا نه، ولی این دیگه سطل. یه دونه بنفش گرفتم، یه دونه صورت که اتاقم اوکیشه. حالا اومدم براتون این خاطره تعریف کنم، همین که بگم اینا رو میخوام چیکارشون کنم. باشه، من اول دبستان بودم و نزدیک روز معلم بود. اومدن بهمون گفتن که یه جشنواره میخوام برگزار کنیم که شما تو اون جشنواره هر مبلغی که در میاری رو بریم برای معلمتون یه چیزی بگین. یعنی که به پدر مادر رو نگفتن که مثلا شما یه مبلغی رو بدین، قرار بود که خود بچه‌ها این کارو کنن. و من و چند تا از دوستامون در واقع یه اکیپ بودیم. قرار شد که پولامون رو که اوکی کردیم، حالا یا به انتخاب خودمون اون اکیپ برن یه چیزی بگیرن یا کل بچهای کلاس. ما پولامون رو اوکی کردیم. اینا رو میخوام بذارم داخلش. بچه چوبای بامبولی یادتونه برام مجموعه گرفته بودم. الان میخوام بذارم داخل این یا که جا داشته باشه. بعد ما پولامون رو جمع کردیم و خلاص جشنواره تموم شد، رسیدیم به زنگ تحویل. گذاشتیم پولامون رو تو کیفمون. خب نه می‌بردیمشون که گفت خب امن دیگه، بذاریم تو کیفمون رو بریم. من گذاشتم تو کیفم و چند تا دوستام گذاشتن تو کیفشون و زنگ تحویل موقعم فکر می‌کنم یه رو یا 20 دقیقه بود، زیاد طولانی نبود. خلاصه ما اومدیم سر کلاس و دیدیم که پولمون نیست و به قدری ناراحت شدیم و گریه کردیم، نه به خاطر پول، به خاطر اینکه خودمون زحمت کشیده بودیم و خب خیلی سخت بود تو اون سن تو بخوای، حالا مثلا غذا بود دیگه، جشنواره غذا بود، همه پلاستیکشو نکنه، جشنواره غذا بود و خیلی سخت بود تو اون سن وایسی غذا بفروشی و تو چی نمیدونستی و واقعا گریه می‌کردیم و فوق العاده ناراحت بودیم. و تا حدی رسید که من تا 1 ماه دقیق یادمه تا 1 ماه پول نمی‌بردم مدرسه و همش میگفتم خب اگه دوباره پولم بدوزن من چیکار کنم، اگه بی پول بمونم تو مدرسه یه وقت بخوام چیزی بخرم چیکار کنم. و این با من تا 1 ماه بود و آخرام معلوم نشد دوست بود. بچه معلوم نشد. البته بگم پیگیری دقیقی هم نشد، ولی خب اصلا بچه باورتون نشه تمام کیفا رو گشتم ولی اصلا پیدا نشد و حالا نمیدونم کجا گذاشته بود. اگه این ویدیو رو می‌بینید واقعا برات متاسفم که همچین کاری کردی، اونم تو اون سن نمیدونم چی. اینم بود از خاطر، اینم بود یا از اولین خاطره یه چنل. خب بچه‌ها اگه دوست دارید بازم این خاطره رو براتون تعریف کنم، من خیلی از این چیزا دارم، خیالتون راحت. حتما برام کامنت کنید. اینم که اینجوریش کردم، حالا صاف‌ترش البته و به نظرم خیلی اوکیه تا اینکه توی پلاستیک باشه. اینم گرفتمش یادم نمیاد 200 تومن 100 تومن همچین چیزایی تو این حدودا و به نظرم اوکیه. دارم داره خیلی خوبه. اینم تو پارت بعد میگم براشون میخوام استفاده کنم دیگه. همین دیگه، چنل رو ساب کن، پیجم فالو کن. دوست دارم.